ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحديث عن عتبان بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. رواه مسلم. هذا حديث صحيح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران وخواهرانی متدین و دندوست و دعوتگران عزیز و گرانقدر و پرافشردگان دین مقدس اسلام و کسانی که در این مکان تشریف آوردید، تشریف آوری شما عزیزان را خیر مقدم گفته تحفه سرور کائنات را به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را برای فردتان تقدیم می‌نمایم. در قدم اول من میخواهم چند دقایق حکمتباهای شما را گرفته اظهار ما فی ضمیر نمایم. شما عزیزان شاید از سیاق کلام بنده پی برده باشید که عنوانگذاری بنده درباره توحید می باشد. قبلا آیتی را که برایتان تلاوت کردم الان به ترجمه و تفسیری آن می پردازم. پس بدان جز این نیست که نیست هیچ معبود برحق بغیر از الله تعالی. پس طلب مغفرت کنید از برای گناهان خود و گناهان مردان و زنان مؤمنین. پس از سیاق کلام الله تعالی معلوم می شود که فرضیت علم مقدم می باشد از فرضیت ایمان. تا علم نباشد در خصوصیات ایمان کی پی برده می توانیم؟ اول علم فرض می باشد در بالای ما و شما و بعد از آن ایمان. ترجمه حدیث از عتبان ابن مالک روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی حرام گردانیده است بالای آتش جهنم کسی را که بگوید نیست هیچ معبود برحق بجز از الله تعالی و طلب کند به این کلمه حکم شریعت الله را و معنی کلمه طیبه نیست همینطور می باشد، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله. ترجمه: نیست هیچ کسی لایق که بندگیش و اطاعتش کرده شود بغیر از الله تعالی و محمد رسول الله فرستاده و رهنمای بشر به شریعت الله تعالی می باشد. فقط کل حکم و فرمان و شریعت از الله تعالی می باشد و سفیر و ترجمان شریعت الله رسول الله می باشد و تصدیق الله تعالی تکمیل و بدون نواقص می باشد و پیغمبر شخص کامل و بدون اشتباه و گناه یعنی معصوم می باشد. هیچ عبادت قابل قبول نمی باشد، باید خالص برای الله و به نقشه و رهنمای رسول الله باشد. پس معلومات شما بسیار دقیق باشد که هر اطاعت و تعظیم بغیر از الله باشد شرک است. شرک قابل بخشش الله تعالی نمی باشد و هر فعل و قول و عبادتی که بدون نقشه و رهنمای رسول الله باشد آن شریعت خود ساختگی و بدعت و گمراهی و مستحق آتش جهنم می باشد. بس همین قسم عقیده توحید میگویند و بغیر این اعتقادات را شرک و بدعت میگویند. پس باید خوب به دقت بدانید و بفهمید که توحید به سه قسم می باشد. اول توحید در ربوبیت، دوم توحید در الوهیت، سوم توحید در اسماء و صفات الله تعالی. اول توحید در ربوبیت عبارت از این است که خالق و رازق و مربی و مدبر همه مخلوقات تنها الله تعالی می باشد. هیچ کس شریک نمی باشد، نه پیغمبر، نه ولی، نه ملائکه، نه سید، نه پیر، نه جن. دوم توحید در الوهیت عبارت از این است که صاحب شریعت و فرمان و لایق عبادت و بندگی تنها الله تعالی می باشد، هیچ کس شریک نمی باشد. سوم توحید در اسماء و
الله تعالی معناهای بسیار می باشد و پیغمبران همه فقط به خاطر تعلیم و رهنمای توحید فرستاده شده است. الله تعالی فرموده است در سوره نحل آیت 36: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ترجمه: الله تعالی می فرماید ما برای رهنمای هر امتی پیغمبران را فرستادیم که فقط یک الله را عبادت کند و از عبادت طاغوت اجتناب ورزند. عبادت و اطاعت بغیر از الله را طاغوت میگویند. نظر به فرموده الله تعالی تا کافر به طاغوت نباشد ایمانش ما کامل نمیشود. چنانچه که در سوره بقره آیت 256 چنین فرموده است: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ترجمه: هر که از طاغوت انکار ورزید ایمان تنها به الله آورد حقیقتا به کتاب محکم الله تعالی چنگ زده است. هر کسی که دست آویز خود کتاب الله و حدیث رسول الله را قرار داد یقینا شخص مؤمن و واحد می باشد. اگر بغیر این دو طریق و طرق دیگری چنگ زد خواهد به شرک داخل می شود. چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبیب النمل. رواه احمد. هذا حدیث صحیح. ترجمه: ای مردم از شرک پرهیز کنید زیرا که شرک از پاهای مرچه کرده خفی و پنهان به انسانها میرسد. پس ای مسلمانان جهان رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک را از پاهای مرچه کرده خفی‌تر ذکر کرده است. آیا به اعمال خود از شرک پرهیز کرده اید؟ آیا آرنده خیر و شر غیر الله را نمیدانید؟ وقتی که برف و باران و طوفان سرد میگیرد نمیگویید از سر فلان ستاره یعنی عقرب یا توغله؟ اگر بالای مریض شخصی که شما خوش ندارید احوال پرسی بیاید نمیگویید فلان شخص بالای مریض آمد مریضیش زیاد شد. آیا به اطفال خود و مرزهای خود حتی به گاو و الاغ خود تعویض و خرموره و چشمک موره و بند آقا و توغ زیارت را به خاطر شفا دادن قلاده نمیکنید؟ اینها همه شرک نیست؟ آیا در وقت عبادت و دعای به خود و صاحب منصبان سری تعظیم خم نمی کنید؟ بی نهایتی تعظیم و عاجزی را در لغت عبادت میگویند. آیا این عبادت غیر الله نیست؟ آیا در دعای خود به نام زیارتها و پیران و اولیاء الله آواز بلند نمی کنید؟ آیا در وقت قسم خوردن و دعای خود به پیران پیر به سر بچه و زنجیر پیغمبر و به این روزی قسم نمی خورید؟ اینها همه شرک است. شما نگویید که ما هیچ وقت عمل مشرکانه را انجام نمیدهیم. آیا به نیازمندیهای خود قبرهای بزرگان را به نام زیارت وسیله نمیگیرید؟ ای علمای محترم وسیله به صاحبان غار به عمل صالح ثابت نیست، پس چرا وسیله را غلط معنا میکنید و مردم را به عمل شرکی آغشته کرده اید؟ پس هر کسی که این اعمال شرکی را انجام میدهند یک عده علما در گناه شریک میباشد. از شما سوال می شود آیا مهربان ترین مهربان ها الله تعالی است یا زیادتها؟ پس چرا به مهربان ترین مهربان ها آواز بلند نمی کنید که الله تعالی فرموده است در سوره غافر آیت 6: ادعونی استجب لکم. ترجمه: یعنی از من طلب دعا بکنید من از برای شما اجابت دعا می کنم. آیا شما را الله تعالی کفایت نمی کند که رو به قبرها می آورید؟ آیا الله تعالی را قبرها از عزمش منصرف کرده می تواند؟ اگر می تواند به عقیده شما الله تعالی عاجز و مجبور است که از عزمش منصرف شود شخص دوزخی را پس به جنت می برد. الله تعالی را به پادشاهان دنیا قیاس نکنید. این عقیده بلا شک و شبهه عقیده کفر و شرک است. پس ای مسلمانان جهان چرا از این عملهای شرکی جلوگیری نمی کنین؟ آیا عبادت غیر الله وجود ندارد که در پیش قبرها گاو و گوسفند ذبح نمی شود و نام نذر بیبی، نذر سخی و غیر نذرها دیگها پخته و مردم خورانده نمی شود؟ نذر عبادت است، پس به نام الله چرا نذر نمی کنین؟ که الله تعالی فرموده است در سوره نساء آیت 38: واعبد الله ولا تشركوا به شیئا. ترجمه: فقط تنها الله تعالی را عبادت کنید و به هیچ نوع عبادت الله هیچ کس را شریک نگردانید. نه نبی، نه ولی، نه ملک را شیئا
بشيء من الأشياء دلالات میکند که به تمام المخلوقات راجع میشود. من سخنهای خود را به اینجا پایان میرسانم. شکرا جزیلا لأستاذي أبو عبيد الله متوكل حفظه الله وأعطى لي وقتا كثيرا، وشكرا لمساعدتي أتمنى لك نجاحا كبيرا. تكلمت باللغة العربية قليلا إن شاء الله. بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ ثم جاء الإسلام وأنزل الله باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها كان العرب يتحدثون بها. ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة كعلم التفسير والحديث، كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية، كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. قال الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسانا عربي. شكرا لكم يا إخواني يا أخواتي ولكل أساتذتي، وحضرتم في فندق الممتاز محل. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا استرته، ولا عسيرا إلا استرته، ولا حاجة عن حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاء ولنا فيها صلاحا إلا أنتنا على قضائها في يسر وعافية منك. اللهم أعد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والدهرين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأهلكهم كهلاك الأبرهة وأغرقهم كغرق الفرعون برحمتك يا أرحم الراحمين.